دوستان سلام، امیدوارم که خوب باشید. این روزا علاوه بر این که هممون درگیر استرس ها و نگرانی های زیادی هستیم، احساس افسردگی داریم، شاید امیدمون به آینده کمرنگ شده و حالمون خیلی خوش نیست. باید نگران حرف آدم ها، اطرافیان یا حتی متخصصینی که در این زمینه به نظرم خیلی درکی از روان انسان ندارن و همه چیزو انتخاب و اختیار میدونن و مرتب این پیام به ما میدن که کاش فلان کارو میکردی، کاش به وقتش فلان تصمیم میگرفتی، کاش زودتر ازدواج میکردی. و ما همش هر روز در حال بررسی هستیم که چی شده، چرا من جا موندم، چرا جلو رفتم و من مرتب هی با خودم درگیرم که احتمالا مشکل از منه. در حالی که برای موفقیت، برای حال خوب داشتن، برای خوشبختی مجموع عواملی دخیله که خیلیش در اختیار و انتخاب من و شما نیست واقعا. چطور میشه در این شرایط استرس نداشت وقتی شرایط انقدر ناتوان کننده و استرس داره، وقتی شرایط انقدر افسرده سازه؟ ما چطور میتونیم افسرده نباشیم و مرتب با این پیام های سمی که مشکل از توه و ما همه جوره داریم میبازیم تو این شرایط؟ میخوام بگم شاید در قدم اول باید از این آدم فاصله بگیریم واقعا. نه تنها کمکی نمیکنن، بلکه احساس گناه ما به شدت زیاد میشه و اصلا نمیتونیم حرکت کنیم. و در قدم دوم اینه که این بار گناه رو زمین بذاریم و این خشم سر خودمون و بدنمون خالی نکنیم. شاید بتونیم با یه پای شکسته هم ادامه بدیم.